مقامات در شهر نورک میگویند در یک ماجرا یک ساکن شهر از تیر کمان شکاری جان داده است و یک تن دیگر با جراحت‌های وزنین در شفاخانه بستری شد. تا به حال سبب‌های رخ دادن این حادثه معلوم نیست، اما ظاهراً بحث سر تقسیم زمین به چنین جنجال پیچیده است. به گفته مقامات در نورک حادثه روز 27 فوریه در دهه لنگر رخ داد و بر اثر آن قدرت الله یتیموی 63 ساله کشته شد و فیض الله سفروی 55 ساله زخم برداشت. بختیار یتیموف پسر قدرت الله یتیموف به رادیو آزادی گفت پدر معیوبش از دلش تیر خورده و جسدش را پس از تشخیص رو به خاک سپردند. با گفته پسر قدرت الله یتیموف پدرش بیماری فلج بود و روز حادثه جز او کسی در خانه حضور نداشت و آنها مشغول کارهای بهاری بودند. بختیار یتیموف افزود فیض الله سفروف خاله بچه پدرش معمولا خیلی کم به خانهشون می آمد و دلیل آمدن او به منزلشون در روز حادثه برایشون معلوم نیست. تقایبک زایدوف سرطبیب بیمارخانه نورک گفت بیماری که زیر مراقبت آنها قرار دارد از شکمش زخم برداشته است و تیر از کمرش برآمده است. تقایبک زایروف همچنین گفت که این بیمار در حال حاضر به هوش آمده است و وضعش معتدل است. تفتیش حادثه از سوی دادستانی ادامه دارد ولی تا حال سبب‌های سر زدن آن مشخص نشده است. تفتیشات از سوی دادستانی ادامه دارد. همه ما حیرانیم که چی گپ شده است، در میان چی گذشته است و حادثه چگونه شده است، گفت یک مسئول در شهر نورک به رادیو آزادی. از دادستانی و هم پلیس شهر نورک از گفتن سبب‌های حادثه لنگر خودداری کردند. در همین حال مقامات شهر رخ دادن ماجرا سر تقسیم زمین را به اساس خوانده و گفتند که باید منتظر نتیجه تفتیشات باشند. اما سر و صداهای وجود دارد که دو نفر با هم خویش و تبار بودند و سر تقسیم زمین با هم بحث کردند و از سلاح استفاده بردند. مقامات میگویند بحث سر زمین یا دسترسی به منزل در تاجیکستان تا رفت داغ می شود و در دادگاه ها این گونه بحث ها جای اول را گرفتند. در اکثر وقت خویشاوندان نزدیک برای پارچه زمین پدری وارد بحث و ماجرا می شوند.